الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيک. او در گرد اطرافش هزارها میلیون تا جین ها جمع میشن. وقتی که تو رفتی از پس تو صدها جین رو میکنن. اینا میان در خاندان تو ضرر میرسونن، در شوهر تو ضرر میرسونن، در خودت ضرر میرسونن، سلامتیتون از دست میدین، مال و ملکتون از دست میدین، داراییتون از دست میدین، برکت خاندانتون از دست میدین. در خانه شما یگان روز نمیشود که به جنگ و غربت و به یگان گپ خبر باشد، چون که شیطان الکه در خون و پوست شما، در طعام شما، در شراب شما خوش است. شما خودتون رفتین خیرات کردین، پیش جادوگر فالبین بدبخت رفتین، روزتون هم سیاه کردین، حیاتتون هم سیاه کردین، به جایی که گرمی و خونگی و داماگی و قور و بلا یک باره بدبختی رو در طول سرتون آوردین. به همین خاطر هیچ وقت جن شیطان به انسان یعنی که خوبی و نیکی نمیورد. اگر غیر الله طلب کرده انا میخواد کسرت میشه زندگی، غیر الله طلب کرده انا میخواد زندگیت فسق و فجور میشود، غیر الله طلب کرده یگان روز ای پرابلم دیگه خالی نمیشه. روز تو روز پرابلم زیاد شدن میگیرد، مشکلی زیاد شدن میگیرد. نه نماز تو خونیت دروغ نماز میخونی پشت شیطان بردگی هست. هر کاری را که میکنی فقط پشت شیطان بردگی در حالت فکری بدی، یعنی که در گمانی بدی در حق هر کس گمان کردن میگیری. یا همسایت اومد 6 تا خودت که رفتگی پیش جادوگر فالبین، بعد دیگه میگه همین من یک جادو چی نکردم شد که کوش خبر میگیری و میروی پشتش و برای که خودت اولویه هستی در همین چیز و شیطان تو را وسواس میکنه. برای همین از همه کارهایی که رفتن پیش فالبین و جادوگر و دوربین و پیش قبر رفتن طلب کردن و پیش دامولای بدبخت کسیفی که روش سیاه میکنه چه دامولا میگیره علم نداره سواد نداره بدبختی میکنه و شما را یعنی که به کسرت میبره تا حتی دخترای جوان از زنا میکنن، حرامی میکنن، بدبخت ها یگان تیوری ساخت نیستن و یا از شیطان ابلیس بدتره. همه چیز خود ما انسان ها به همین راه میتیم. شیطان هم همه جادوگر و فالبین و دلبین هم ما راه میتیم، حالا یا شانس میتیم پیشون که رفتیم و یا خسان میشن. تا ایرا خواهرای محترم، مادرای محترم، شبا بخیزین نماز تهجد بخونید، در حق فرزندتون دعا کنید و دختر بچه هاتون تعلیم بتین که فرزندای ما این است کار درست، این است کاری طهوری، این است طهوری. دخترم در بیره برامدی سخت پوشان، دخترم یک جا لباسای تنگ نپوش که همه جا تافتان میگیره دیگه همسایه ها میبینن. دخترم گردن تو محکم کن، بچه‌ام باید لباس بروکی تنگ نپوشی، باید مایکی تنگ نپوشی، تنم یک چیز پوش که موافق بدنت باشه. جوره های بدگمان و بد اخلاق دور کنه خودت. دخترم کتیب بگونه های هر جاگر یک جوه نشه. تعلیم شو بکن، این بهتر اولوتره که پیش تواف میکردیم از رقیب گروه یک جویا یک دیگر نگاه کرده که گم نشوند انجام بکن و وقتی که یک بار رفتیم تواف کردیم و آمدیم دیگر اونجا شما معلومات داریم خودتون هم رفته تواف کرده آمدن بگیرید که دیگه گم نمیشوید. و اگر بعدا مثال که رفتین و به حجر الاسود خودتون تلاش کردین، همین وقت بینید که اگر که آدم کم باشد و آزار دیگر کسان نباشد پس میتونید حجر الاسود یعنی که تواف کنید. و اگر بینید که طلبه و آدم جکوز آدم زنکنی باشد بهترش نکنین، باز هم میگوید که آزاری اونجا زنکای هم میدرویم میجه کنشون جق و وقتشون میبره باور کنید از انسانگری هم دور میشد، از اسلامگری هم دور میشد. خواهش میکنم در همین چیز سخت اعتبار کنید. مثلا با امید یک سنت چندین
حرام دیگه در اونجا انجام داده می شود. از این چیز احتیاط کنید. خب در دیگر چیز که در وقت طواف باز میگم تسبیح، توقی، رومانچه، بعضی ها رو میگن که ما از خونمون یک شرط دادن که برده خونی کعبه شکیده بیرون. بعضی ها رو میبینی که از کش گندم بروند میگن که برده کفتاره هموزته باید کشه گشته بیرون. اگر که همون چادر کعبه را کنده تیانتون مبرید، چون که اگر که باید بردین دیگران میگیرن از همون پرچه میکنن و تندار میکنن و مقدسات از همون چیز باید اله میسازن که از الله از همون طلب میکنن. به همین خاطر نه توقی، نه تسبیح، نه یگان چیزی دیگر، نه آب زمزمی که میبرین در کفن و در احرامات هم میبرین نمیشکنین چی بکنین فایده ندارد. به جای این کار کردن یعنی که ثواب گرفتن گناه عظیم را بگیرین که تا شرک میبرن، خیلی گناه بزرگ است. از همین چیزها دور شوید. این کار شیطان ابلیس است. این کار همون جادوگرایی که شما را تا این قدر روز فریب کردن، مرغ سرخ بیارو، گوسفند الله بیارو، نمی چه خیلی پیشونش قشقه و سیاه و الله باشه گفته، همین چیزا در شما عادت کردگی باشین. اگر با به همون تسبیح و توقیه که از همین جمعه برین همه مقدسات کردن به خودمان یک الهی دیگه میسازین. آمدین خالص از براس الله دعا کنین، سر در سجده مانید، گوین که یا رب من، ای پروردگار من پیش درگاه تو آمدم، دیگه درگاهی ندارم که حاجتی مرا برارم. پروردگارا قدر سال من گناه کردم، عصیان کردم، نفهمیدم، شرک کردم، دروغ گفتم، فریب کردم، نیران کردم، حیات زندگیمو به حرام و حلال آمیخته کردم. پروردگارا گناههای مرا درگذر که تو از همش باخبری. پروردگارا بعد این وقت از احرام آمدیم، چیزهایی که ممنوع بود، حرام بود برای بنده، برای محرم، همون چیزها همه باز میگردد و به شما حلال میشه. از اون جمله چی؟ مثال صابون زدن و توقی زدن و شامپو زدن، مثال لباس عادی پوشیدن، با همراهی مثال همسران خود یک جای شیدن، چیزها حلال میشه. اما بعد گفتاری و جنگ و جدال و چیزها همش حرامه، همه را به کلی حرام کنیم پرتو در زندگی. یعنی که این اصلاحاتی بنده شود، نه اینکه در همین مسجد در وقتی احرام پوشیدن حرام کنین و بعدی باید با بگن حلال سر بکشن. خب مسئله در مسجد الحرام نفس سیگارت میکشن، نفس میکشن سیگارت در اون تریتور اولش هم گاز نشون. خب در یک دو نوای مسجد الحرام یعنی هر چیزی که گفتیم باز تکرار میکنیم، موسیقی و ناز کشیدن و سیگارت کشیدن و توف کردن و همین چیزها را، این آداب مسلمانی را رعایت کنیم. یعنی که احترام بر خانه کعبه، احترام بر مسجد الحرام گذاریم، یعنی که ناحرمتی و نااحترامی را نکنیم. حالا اگر یکم موسیقی یکم چیز غلطیدگی باشه جمع کنیم گیرین یک چیز کنیم، خواهش میکنیم. خب در وقت انجام طواف، در وقت انجام طواف 7 دور گرد خانه کعبه طواف میکنیم و از گروه جدا نمیشویم. از گروه که جدا شده شما گم میشید. با نشود که من روان سنگ بوسه کنم و بالای سنگ برام و طوری مقام حضرت ابراهیم برام در این کعبه را قبول این کارا را نکنید. چون که این کارا همش زحمت دارد، آزار دیگر مسلمان ها میشد. آزار دادن در مسجد الحرام این حرام است. شخصانی که برای طواف کردن حجر الاسود سنگ سیاه میروند و در همون حلقه خودشان میدارند و عذاب و مشقت کشیده چند نفر دیگر را زیر میکنند. بعضی هاشون احراماشون کنده میشه، قسماشون کنده میشه، یعنی که شرمگاهاشون روی شد میشه. این عمل حرام انجام میدن به خاطر اینکه یک سنت به جا بیارن و اون که چندین روح دیگر در حرام در اونجا آمیخته میکنن. خواهش میکنم یعنی که غیبت و تهمت و هر گپ دنیایی هست، خون ریختن و ناخون گرفتن و دیگر کارهایی که هست حرام است. و همین خاطر مسجد الحرام میگم
ببینید که این مسجد الحرام یعنی که چیزی که الله سبحانه و تعالی حرام گردانید و این چنین ببینید که همین کلمه حرام در زبان روسی هم که اگر که ما نظر کنیم روسا همون مسجدهای خودشون خرام میگن یعنی که همون کلمه حرام است با عرق جبین چون خنده را کار میکنن و شما روان میکنن تا اینکه شما آمده ادای عمره ادای حج کنین و در حقشان دعایی میکنین که الله سبحانه و تعالی فرزندهای شما را از پس دیگرها یعنی که اجر ثواب بی‌نظیر از جانب الله سبحانه و تعالی زوده شود. اقلا در حق همه فرزنداتون دعایی میکنین، اقلا صدقاً 2 رکعت نماز خوانین از الله طلب کنین. دونین که 1 رکعت نماز خواندنی در مسجد الحرام یعنی که مسجدی که همون کعبه را یعنی که مسجدی که کعبه هست همون مسجد الحرام میگن. برای چی مسجد الحرام؟ برای